بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز، افغانستان طی سالهای جنگ، تجاوز و تحجر به انزوای مطلق کشانیده شد و آهسته آهسته از سوی جامعه جهانی فراموش گردید. حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با ایجاد اداره موقت احیای هویت افغانستان را در سطح بین المللی در دستور کار خویش قرار داد. حامد کرزی تلاش کرد تا با سفرها، دیدارها، اشتراک در کنفرانس‌های بین المللی و منطقه‌ای و راه اندازی کنفرانس‌های جهانی برای کمک به افغانستان کشور خویش را از انزوای مطلق بیرون کند و با احیا و گسترش مناسبات با دیگر کشورها یک بار دیگر نام افغانستان را در دستور روابط بین المللی قرار دهد. برگزاری کنفرانس‌های توکیو، برلین، لندن و پاریس که در آنها ده‌ها مملکت و سازمان بین المللی حضور داشتند، کمک‌های حیاتی را برای افغانستان تعهد کردند که بیانگر بخشی از تلاش‌های حامد کرزی در پیشبرد دموکراسی فعال برای کمک به افغانستان و بیرون رفت از انزوا و تنگ دستی بود. رئیس جمهور کشور با سفرهای متعدد به کشورهای امریکایی، آسیایی، اروپایی و افریقایی زمینه ساز توجه دوباره جهان به کشور شد و مناسبات افغانستان را با ملل مختلف جهان تأمین و گسترش داد. رئیس جمهور کشور در این سفرها به تشریح وضعیت افغانستان پرداخت و با توضیح اینکه افغانها می‌خواهند مانند دیگر مردم جهان زندگی آرام، مرفه و عاری از خشونت داشته باشند، توجه جهان را به کمک رسانی به ملت زجر دیده خویش جلب کرد. اکنون با تأسیس از تلاش‌های پیهم و بیدریغ حامد کرزی، بیرق افغانستان در سازمان ملل متحد و در تمامی کنفرانس‌های بین المللی و منطقه‌ای و در بیشتر از 100 کشور جهان در اهتزاز است. افغانستان در حال حاضر در بیشتر از 60 کشور مهم جهان نمایندگی سیاسی دارد که این نمایندگی ها روز به روز بیشتر و بیشتر می شود. رای به حامد کرزی، رای به افغانستان آباد و سربلند.